خولی بدم سردارم چرا این آدم رو نمیابیم؟ از روی موج تلفنش مگر او رو یافته نمیتونیم؟ همه راه ها رو دیده برآمدیم عارف. موج تلفنش جایهای گوناگون را نشان میده. چی جهاز استفاده میبرد؟ دست چیکار میکنیم سردارم؟ آخر باید یکون کار کنیم. آدمی خانه رجب. کدام آدم؟ یکی از آدمان ماجیر. او را پروندند ولی نمرده است. به کجا آورده دارم؟ در یاری تعجیلی بود. شاید به جراحی در آورده باشد. عارف به کجا؟ باید یک کس را به گپ درآورم. عارف 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 ایستید بانجا عارف ایست چیکار میکنید؟ ایستید آدمی تیر خورده همین است. شما کیسید؟ برایید از اینجا. گوش کن دکتر، تو بهترش به سوالم جواب ده. شکاکی نکن. به این همان دیوانه شدم. بله همین است. بسیار خوب، جراحی این آدم را من میکنم. یک طرف ایسته. برادر تو دیوانه نگن یا اون کس پلیس را دعوت کند. انا ما آمده. همه زیر نظارت است. یکشان آدمی بیگناه را بودند. یگانه راهی یافتن آنها همین آدم است. برای همین دخالت نکنید، وگرنه یگان بلا را به سرتان میارم. دیگه ماجر در کجاست؟ در کجاست؟ گیرینی در از موی سری محلی دیوانه را. در کجاست نگویم؟ جویش رو بگو ابله. نمیدونم. دیگو وگرنه مغزی سرت را پاش میدیم. عارف نیست، او را میکشی. مرد موزن گیرد، برای من فرقی ندارد. این آدم باید به من جای ماجر را بگوید. بگو نمیدونم. دخالت نکنید. بگو میگویم. اگر نگویی از اینجا تنها مرده براید. بگو. عارف احتیاط کن، مرده ای او به ما لازم نیست. خیر مایلش. ایستید، چیکار میکنید؟ آهسته مسئله رو حل میکنید. کپتان تو کپتان ابله. کپتان از کجا شروع کنم؟ از چشمت یا اینکه از گوشت ابله؟ از گوشت یا اینکه از گلویت سر کنم میگویم. کپتان عارف آرام شو. آدم برای کپتان آخیر. همسرت با تقدیر است؟ الو با کی میگویم؟ نمیشنوی مگر؟ گوش کن برادر، اگر اون قلم رو زیر کنی و به فاطمه یگان ضرری خوردی هم رسانی، برو پشتنت یک طرفی زد. اگر به یک تاری مویش ضرر رسد، هفت پشتت را بنستی برادرت میفرستم. مرا شنیدی ابله؟ شنیدی؟ نکن ماجر، از برای خدا نفران. ماجر این کارو نکن. ماجر بس کن بگویم.
بعضیشون بطوری هم اینا با تقدیر هستن. اما من نفهمیدم شاید مشکلی در این باشه. استغفرالله کنه دکه شیطان آدم را فریب میکنه. بله اکنون باید دارم. تو کپتان میگویم دوستان. آریف تو چی کار میکنی؟ کپتان یه ما رو میکشد یه ما کار کنید. شما چرا تماشا میکنید؟ او را دارید. من نرسید. آریف سردهت کپتان میگویم. آریف او را میکشی تو. آریف باید این آدم را بگم دارم سر دارم. باید آریف بس است آخی. شاهین من آسنده یک را میزد. چکار میکنی؟ میپرانی؟ دیگر چاره‌ای نداریم. نمیفهمید مگر دیگر چاره‌ای نداریم. تو شو دهانت آریف نکن. تو شو آریف سرت رو به بلا گرفتار میکنی. تو شو مردار گبزن از دهانت بپرانم تا سه حساب میکنم. اگر نگویی خودت گذر میکنم. آریف این کار رو نمیکنی. این طور باشد تماشا کنید. خودی بگویم گبزن ابلا گبزن میگویم. در فرماندان ها مجرد فرماندارن در حال جای اندانا همش رو گفتم آخیر. برای این کار از سرت را در بلا به این همسری من در بلا گرفتار است. چی شد که؟ در داخل چی گپ شد؟ من کو چیزی ندیدم. تو دیدی یعنی؟ پس تنها تو دیده ای. اگر دیده باشی هم خطا دیده ای. من به بچه ها خبر دهم در راه یا در نزدیک فرما با میخورید. بچشم سردار. اطاعت سردارم. این مراتی به دستی خالی نآید. خیر چی کار میکردی؟ ماجید نجات ده اکا. ماجید نکن التماس نکن. دست و پایمان بسته است. التماس نکن. وای کودک است اکا. اگر خواهی من رو پرس کن لیکن به آنها نرس اکا. خاک کفایت شوم. التماس نکن. حیات کودکان را برباد دادی. نکن بس است. ماجید نکن. خاک پایت شوم. التماس نکن. من با آسانی مرده رفتنتان را نمیخواهم. برای مردن زاری و توالا خواهید کرد. ما را کش برادر. آنها را سرده. با ما چی میخواهید؟ نکن آخیر اکا جان. حیات کودکان را برباد دادی. نکن بسر. زینهار نکن. نکن آخیر گفتم. ماجر به من گوش کن. یک دقیقه مرا کش کن. دخترت رو من کشتم. مرا میشنوی؟ اون رو به نشان گرفتم. تخت کرده کشتم. همه این رو بس کنید نگویم. بس تیر را که خود. وای آچا جان مردم گویم. بس کنید نگویم. چه زاری رو تولا میکرد. دروغ مادر من زاری تولا نکرده است. فایده بازی را دیگر میکنه. نکن احمد. نکن بس است. نکن ماجر نکن. نکن. خدایا ماجر خدایا
شاهمان کودکان ماجد تو مردمش کجا سیر میکنم خدایا با من قوت حضرت علی مناسب کن دو نفرم رفتیم زودتر باز نبادی خموش سلاح رو نشون سلاح را پرتاب تعینات مخصوص در همین جایند حالا می‌درایم تو چه ها میگوی همه اینجا را چگونه یافتم نمیدونم اکا نمیدونم خدا در اومدم نمانید روید همه‌اش را کشید سلطان آخری راهنمایان شد مواجه کشو تسته آرام باشه فرما آرام باشه اکای آریف اومده صبر کنید بچه ها هجوم کنیم زود باشه نجوم به دختر رو میکشم با دختر یکم ضرر نرسد دختر را بگذار از سرت میپرانم پرتا گفتم سلاحت رو پرتا ما هیچ چیز گم نمی کنیم اما این دختر حیف می شود ما جیر رو سنده مایلش آرام شد آرام شد آرام شد خاطر نازیه نباشد مایلش آرام شد دختر را که رفتیم از اینجا آرام شد مایلش آرام شد زودتر با دختر یکم ضرر نرسد خیلی زود راه اما مایلش آرام شد شد نازیه تو را رها میکنیم نازیه نترس دختر آرام شد چه حال دارید؟ خوبه بکن اکیوری به این طرف رفتن نازیه رو همراه خودشون بردن مایلش شد من اطرافش رو میرم زودتر آمدم باقی جان کم الان تمام شد نجات یافتی زیلا ترسیدم فکر کردم که میمورم شو سنم همش تمام شد آرام شد اگر من به تو همین طور خزادم چرا اون آدم رو نپرودی اگر اون رو میپرودی کار تمام نشد با قدر که نمیرسی نجات یافتی من نمیدونم تو چه خیلی مرد هستی باید اون رو میپرودی انا اون لعنتی گره روکن زودتر بیاین ما را محافظت کنید روکن زودتر
عالم شما. کلیدش در کجا باشد؟ او رو نگاه کن. آرام شو. درو زودتر. به کجا میگریزی؟ مردی به ایمان به کجا میگریزی؟ برو زنت. از اینجا گریزه زودتر. راه گرد. زودتر راه گرد. همه تا خوب هستید؟ خوبه ما خوبه. اون به نامسان نازه رو بردن. اکنون چی کار میکنیم؟ اکاوریک موجی رو دستگیر کرد. آنه اینش گپید. کنی بچه ها رفتیم. کنی راه گرد. زودتر راه گرد میگویم. خیز راسته. ابلهی بیاموز لابکاری بیمان حیفان پلیدی به شرف تو اینجا بیا. و کجا میگریزی؟ از دست من کی تو رو نجات بدهد؟ ابله کی تو رو نجات بدهد؟ افزن کی تو رو نجات بدهد؟ کی تو رو نجات بدهد؟ تمام مانه تو شما رو. آرام شو. بس است. اکای عارف او رو بسیار زدی. بس است. بله برادر با ما هم مناخیم. مایلش با تو شکار کنم ابلا. تو رو کشم ابلا. کشم. خدا جزایت را دهد. عارف نازیه کجاست؟ آن زن را بود. به کدام طرف رفتن؟ نمیدانم. زرین بیا رفتیم. مایلش رفتیم. شما پاپا رو بیارید. ابله تو به ناموس رو پرانم. تو را پرانم ابله. من با تو چی کار کنم ابله؟ حریفی را بکن. خدا جزایت را داد. این رو بین باز میخندد. حاضر گلویت را زر میکنم. تو را بوغه کنم. تو را بوغه کنم کاپتان. نازیه در کجایی؟ نازیه در کجایی؟ نیست رفتن. نه انیک در همین جا پنهان. ده بچه ها زودتر تقسیم شوید. نازیه را گرفته گریختن. همه جا را تگروه کنید. 2 نفر به این طرف 2 نفر به آن طرف. نازیه نازیه ظریف بیا یک پسی خانه رو ببینیم. نازیه در کجایی آخه؟ برکه سال چی میگویی؟ نازیه
شابیا برو نیافتم نگوید. نیستم، رفتم. همه جا رو دیدیم. این رو با که ساده گفتم نمیتوانم. چی طور با اون میگویم که دخترت رو نیافتی؟ و ژاندارم خبر دیم. در همین جایه. بهتر از آنها را انتظار نشویم بچه ها. خودمون کنیم. که یاری؟ راست میگویی. رفتیم. شما در اینجا مانید. ساله یاسومن حالا هم نازیه رو نیفتند. بچه ها او رو یافتند. حاضر نازیه رو می آورند. اوه صبر شکر. اگر می یافتند کی ها می آوردند؟ برای چی دخترم رو دزدیدن ساله؟ من نمیدانم یاسومن. از برای او دزدیدند. به من گوش کنید. به این هم جانم در نوگی بینیم است. باز شما مرا دیوانه میکنید. از دستت چی می آید؟ یک به احوالت نگر. به احوالم چی شده است؟ صد شکر در اجرای وظیفه زخمی شدم. در مستی به صدمه دچار نشدم کو. مادر بس کنید دخیر. حاضر باید فکر نازیه رو بکنیم. کمی صبر کنید. حاضر زنگ میزنند. دور یافتن نمیتوانید. همه جا را کاوید. یک علاج کرده یا به داخل. حالا هم خبر نیست؟ نیست سردارم. چطور با صالح میگوییم که همه را نجات دادیم آخر نازیه نیست؟ دیوانه میشوم دیوانه. هرچی از دستمان آمد کردیم سردارم. به خدا که کردیم. میدونم ظریف. بیایید اکنون به صالح خبر دهیم. دختر را به کجا برده میتواند؟ نمیدونم. شاید به تماشای باغ رفته باشد. تو ما را احمق میکنی؟ مگر معلوم شد؟ گوش کن، از حبسخانه گریخته ای، آدم کشتی، باز دختر را دزدیدی، میدانی که از حبسخانه میبرایی. اگر امروز نباشد فردا. گوش کن، آدم بر این گپ زن. به کجا رفتند؟ این سرپیل رو از کجا یابیم؟ وگرنه از دستم هر کاری آید میکنم. کنی گپ زن، گپ زن، آخر گپ زن ابله، گپ زن میگم به تو، گپ زن، گپ زن، گپ زن، گپ زن. این رو بینه، خود رو به نادانی میزند. اکای عریف دروید. به ناموس پلیدی رزیل شلاقای خورده بسنده نبودم مگر؟ بسنده نبودم. مانعت من رو بگم بیدرورم. مانعت بسنده نشده. اکای عریف متخصص پشت و پاسهای مخصوص است. آرام شوید. متخصص؟ بله. ولی تعلیم خوب گرفته است. در امریکا از خود کرد؟ در امریکا نه رفیق کمیسر. اصولی کار ما از باباهای ما مونده است. از نسل عثمانی ها. دیده؟ حیوان بی‌ناموس. آنها آمدند. نوزه رو آوردید. مگر نمیبینی دستی خالی آمدن معلوم است. ظریف چی شد؟ نازیه نیست؟ به خدا از گفتنش هم شرم میدارم. من پیاسومم هم مرا نجات دادیم. تن و نازیه را در لحظه آخر گریزاندم. نخود ظریف. از دست اینها همین قدر کار می آید. گوش کنید خانم. ما هم مثل شما غمگینیم. نازیه برای ما هم مثل دخترمان است. تو چی ها میگویی؟ او نبیره من است. تو خودت کی هستی؟ خانم کمتر آرام شوید. آرام نمیشوم تا وقتی که نبیرم رو در آغوشم نگیرم. آرام نمیشوم تا نبیرم رو نیابی. آرام شده نمیشوم.
مادر بس است. مگر نمیبینید که همه غمگینن؟ تنها شما نمیسوزید. ما هم مثل شما غمگینیم، باور کن. به من جواب نگردان، حدت را دان، به آداب. مادر بس است. برایید از اینجا. دلتان رو خوب خالی کردید. اکنون برایید. گبزن ابلا، نازیه در کجا؟ برو دیوانه کردن بخوایی. برو دیوانه کردن بخوایی. کاری تو برزیلی حقوقهای شهروندان اروپا است. از بالایش شکایت میکنم. گوش کن، حقوقی تو حقوق انسانی نیست، حقوقی حیوانی است. بفهمی؟ حیوانی نابکار، حیوانی مردار، حیوانی رزیل، حیوانی وحشی، مردار، حیوانی نابکار. نمیگذارم. زنده برو بگم، زنده. آرام شو، گناهکار هم باشد این آدم حقوق دارد. این آدم سرداری گروهی ما را پرانده است. این بس نبود که باز دخترش را هم دزدیده است. 24 ساعت برای این وطن و ملت جانمان را در خطر میگذاریم، لیکن ما هیچ حقوق نداریم. او دارد مگر؟ رفیق کمیسر، چطور با پدرش میگوییم که دختر شما را نیافتیم؟ اگر از دستمون یکون کاری‌هایت با جان و دل. اگه سال نو از عملیات برآمد دو چشمش چار است. میلش شد برادر. اینطور باشد این ابله را گیرید تا صبح را لدو کوب کنید. دختر را یافته میدانید. آخر او گپ نمیزند. دیدید؟ خیزه شاید دردی سر را گرد، زودتر گرد. بلا زند آخر. من این پلید را اجازه زنده نمیگذارم، را میکشم. زنده نمیگذارم، را میکشم. زرده درو اتشم روزمه. من چطور برای یک ایسانه نگاه میکنم؟ چطور نگاه میکنم آخه؟ اکا اون به ناموس رو مگم در آوردن نتوانستم مرا ببخش میگویم ها؟ چی میگویم بچه ها؟ با اکا ایسانه چی میگویم؟ اکای عریف قربان شوم، آرام شو اکا. این هم چند روز است و خود نمی آیی. بلا بپسش، تو خودت را از دست ندی؟ اکای ساله براستی چی گفتنم را نمیدانم. اگر با نازیگان واقع رخ دهد من زندگی کرده نمیتوانم ظریف. اکای این طرف نگوید، قربانتان شد. انشاءالله او را میابیم. خدایا به هیچ کس درد فرزند رو نشان نده. راضیم که حالا جانم را برای او دیم. میدانیم صالح، نازیه برای ما هم مثل فرزند است. آن ماجر حالا در کجاست؟ خودتا را به دست گیرید. خواب کن. تو چی کار میکنی؟ منو ندارید سردار. مانت رفته با اون آدم گپ زنم. اکا با این احوال کجا میروی؟ مانت من میرم. صالح از گلی اون آدم میگیرم. سر دهید مرا. ظریف شاهین یاری دهید. اکای صالح
از برای آرام شوید دخترم یابم. صالح التماس صالح نکن التماس. اکی صالح این طرف نمیشه. آرام شوید. اکی صالح خدا تو دست گیره. دخترم صالح نازیه صالح آرام شو. صالح دختر جانم اکی صالح مانس از برای خدا مانس. اینجا چی گپ است؟ چرا داد و فیقان میبرداری؟ همشهر وای بیحال شد. التماس از اون کار برای کن. خدا از برای خدا مرا سردید. شد شما با بیرون برای اینجا قبول مرا نکن. من دارم آرام کننده التماس بیار. سردید میگویم. زری اینجا بزن. آرام شو صالح. دخترم بیابیم. خانم همشیره با او چی شد؟ عصبهایش خراب است. قربان شو. اکی صالح آرام شو. صالح نکن التماس نکن صالح. مرا سردید آم حریفم میکشم. دارم پرهش میکنم مرا سردید آخیر. اگر بناز یکون چی شود اکی صالح این طرف نکن التماس. مرا سردید. اکی صالح شد صالح شد. اکی صالح اکی جان آرام شو صالح آرام شو. نازیه تو را نجات میدیم. اکی صالح شد حالا کمی خوب میرود. لطفاً با بیرون برایید. تمام. قربانت شوم اکی صالح. چه حال دارن سردارم؟ سوزندار رو گذرانیدند. اکم بسیار بطاقت شد. یک نفرتان تا صبح اینجا مانید. او را تنها نگذارید. من میمانم. خودتان انتخاب کنید. من میروم. شبی خوش. شبی خوش سردار. تا کی در اینجا میمونم؟ انشالله به زودی دفع شده میروی. حاضر آمده تو را میبرن. به حبسخانه برمیگردی. بیا شاهین بیا. کدام حجره بود؟ انا اینجا. اوه این را بینه گویا نوبتداری میکند. ای دستان بیدار شو چشمان غفلت زده. وقتی در غفلتیم بیدار شده میتوانیم عارف. اکی صالح چه حال داره؟ خدا را شکر که خواب رفت. تمام شب خواب رفت. من هم کمی پیشتر پینک رفتم. در جایش نیست؟ چطور نیست؟ نیست آخر دوستم. شاید او را برای تشخیص برده باشم. شاید در حاجتخانه است. خدایا خداوند. خدایا توبه. خانم همشیره در این حجره بیماری داشتیم. بله؟ او در حجرهش نیست. او را به یگانجا بردید. نه صبح در حجرهش بود. صبح نخورد. صحبت کردیم. خوب می نمود. خدایا خداوند. نیست. در حاجتخانه هم نیست. آخر به کجا رفته باشم؟ اکه لباسهایش هم نیست. رفته است.
و کجا رفته باشد زرین؟ نمیدونم رفیق کمیسر. و فکر من میدونم. اکه التماس زودتر باشه. تشکر. تو زنده بودی؟ من زنده، اما تو دیگر نیستی. چیکار میکنی ابله؟ آدم بر این گپ زن. دخترم در کجاست؟ اشتو آروم شو. روز بخیر. برای بردن نجات سری آمده. او را به حبسخانه میبره. کدام نجات؟ ماجر را میگویی؟ بله. کمتر انتظار شده. گوش کن. من تمام عمر برای دخترم زندگی کردم. در حیاتم تنها او را دارم. برای خوب تربیه یافتنش از دستم هرچی آمد کردم. از گلویش یگان لقمه حرام نگذشته است. او جانی من است. او جگری من است. او هستی من است. من از جانم هم دست میکشم. تو را میپرانم. گبزن او را به کجا بردن؟ نمیدونم. براستی نمیدونم. گبزن میگویم. گبزن. 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 اوه خدا شکر. ایست بگویم. سر دارم. این آدم دختری من را دزدید. دخترم را از من برد. من چه بلا بودنش را میدانم. حیوانی وحشی است. دستتان را به خون آلوده نکنید. سردار خواطر نشوید. دخترتان را میبینیم. آخر شما این حریف را کشته به حبس میافتید. ماند از برای خدا. او را گرفته برید. از آمدنش سرم از بلا خالی نیست. او را برارید. زودتر برارید. من شما رو میشناسم. شما در شهر جوکر چه کار کرده اید؟ شاید به نفر مانند کرده اید. نیست دارم. اکه سالی از بیمارخانه گریخته است. شاید به نزد ماجر به امنیت رفته باشد. ما هم در راهی به امنیت میرویم. میلش زنگ میزن. چه میگویم؟ از بینتون یگان با عقل نمیبراید. اکه ساله به اینجا نامدن؟ بله کمی پیشتر همینجا بود. اما با فکرم رفت. ماجر چی؟ او را باشد پلیس گرفت. به حبسخانه بردند. نخواد. اکه ساله به کجا رفته باشد؟ لبای
ما برای نجات سری آمد. نجات سری؟ کمی پیشتر بچه های شما آمده بودند. این چی طور می شود؟ من باید نجات سری رو برم. مرحمت اجازت نامه کنی به من ده. اکا به فکرم پرنده از قفس گریخت. یعنی او را گریزم به همین طور. این چی کاری کرده بود؟ سری به بلا گشتن نمیتوانی. مسئله مهمی نیست دوستا. اگر تو را برآورده نمیتوانستیم، تو یک کار کرده راهش رو میابی. بیهوده تو را استا نمیگویم. آخر چندی سال در کوه و پشتها سلاحداران را دستگیر کرده ایم. شوشه های پیشینم پیاله شدن ماجیر. از لشکر دور ماندیم. کارها مثل پیشتران نیستند. باید با دقت باشیم. تشکر. رضا کمیسر چطور این کارو کردید؟ چطور رو از دست دادن؟ ایستا بینم ما محو شدیم. سوختیم. الو اکای ساله کجایی؟ تلفن رو هم جواب نمیدهید. موجی را تعقیب میکنم. یک قماندان ژاندارم آمد. او را در خاطر دارم. در چکورجه از وظیفه سبکدوشش کرده بودند. شخصی ناباب است. موجی را او برد. لباس های ژاندارمی را پوشیدند. اکای ساله قربانت شوم. ما را انتظار شو. میلش من به شما زنگ میزنم. چی میگوید زری؟ اکای ساله او را شناخته. سربازی سابق از وظیفه سبکدوش از پسشان میدارد. زودتر باشید بچه‌ها. زودتر. چی حال داری نازیه؟ یاد کردم تو را. تو چی طور گریختی ها؟ سر و لباستان را عوض کنید. بله. یک انباری در شمال بوده آمدن. میلش انتظار میشم. خواطر نشوید. آن آدم تویی. نازیه دخترم. صد شکر. خلاصیت سلامت است. اینجا رو در خوابم دیده بودم. سبحان الله. بر وقت شفا یافتی. کنی با من بیا. رفته. پدر جان. نازیه دخترم. پدر جان. این آدم از کجا بر آمد؟ با آشخانه رفته بودم. در وقتی برگشتن او رو دیدم. کنیستا؟ با کجا؟ از پیشم یک طرفی است. دخترم رو بینم. نمیشود. دخترم. پدر. دختر مادر جانم. پیش از مردنش دلش را خالی کند. باری آخر با آغوش این طور زیادتر از آن میکشد. میدانستم پدر. میدانستم که مرا ترک نمیکنید. دیگر اصلا جدا نمیشیم. چه حال داری دخترم؟ خوب هستی؟ خوبم پدر.
شما رو پرونده بودن. خواطر نشو نازیه، من خوبم دخترم. پدر جان خون می رود. مهم نیست دخترم، خواطر نشو، همش خوب می شود. دخترم مهم از جانم خوب بودنی تو است دخترم. پدر جان دخترم. در اینجا چی گپ است؟ این آدم از کجا پیدا شد؟ مهمان داره، پدر دختر. من به تو گفته بودم که پدرم من رو میوبد. خیر، شاید و سراغ ما را داده باشد. من میبرایم هر دویشان را کشته از آنها خلاص شوید. در مکانی من وا میخوریم. خوب شد است. پدر جان من. دخترم. به کجا میشتابید؟ حالا تربوز میکشیم. تو جوان تو خطا میکنی. آرام باش عزیزم. وقت جدایی آمد، با دخترت ویدا کن. التماس با پدرم ضرر نرسانید. التماس. دخترم آرام باش عزیزم. دخترم رو سر ده، هرچی میخواهید با من بکنید. پدر جان نه، التماس منو ترک نکنید. نباشد جدا نمیکنیم، یک جای بمیرید. نه نه شد دختر، شد تمام. بیا دخترم میریم. اصلا هیچ کس را بچش میکم نبید. این دفعه در حال طرف میدارم. تو شما رو نکشم جان میدیم. کجا شدید؟ انسان بیشتر جل میزند. وقتی تو با شیمی کوتا بازی میکردی ما در کسیلاداران را دستگیر میکردیم جوان. یکمش من هیچگاه شیمی کوتا نپوشیدم. دویمش من هیچگاه از پس سلاحدار ندویدم، زیرا دویدن گوساله تا کاهدان است. سلاحت را پارتا، تسلیم شو. چه حال داری برادر؟ ظریف! خوبم برادر. گیر!
تمام شد استاد. مرا ما خدا برم نباید پس کردیم. حالا نه آغاز کردیم، یک جای نمیرویم. اکا این آدم در حقیقت با قدرت است. هوشیار باش، این پلید بسیار مکار است. تو هم با دقت باش. مایلش استاد، تو را سلاح را ده، من آنها را باز می‌دارم. بی تو به هیچ کجا نمیروم. حالا کاری من به آخر نرسیدم. پدر جان، التماس ما صرف نکنید. التماس میکنم نبرید. التماس پدر جان. دخترم، صد شکر. خدا دعایم را قبول کرد. اکایاری زودتر، پدرم میمیرد. اکای صالح، اکای صالح خوبت. بیایید اکای صالح. تازه مرگ تو را به من نشان نداد. صد شکر خدا. پدر با من گرد زنید. پدر التماس خوب نروید. التجا میکنم به من مدد دادید. باید مرا به تماشای اکبر میکلان میبردید. به خاطر دارید پدر. پدر چشم آمدان را کشوید. خدا تو را میبره دخترم. اما شما مدد دادید پدر جان. اکای صالح، اکای صالح، اکای صالح، اکای صالح. سیدی خیلی وزنی است. اخربیا به این هم شما را پیر کرده بودم بچه ها. اکای صالح، التماس گپ زده خودتان را مانده نکنید. پدر وقتم آمد شاهین. التماس پدر، شما تب نگویید. شما صحت میشوید.
پدر چی از پای رو پس سر نکردید؟ اینش هم میگذرد اکا. خودتون رو به دست گیرید. اکای سوله پدر این دفعه دیگر از کارلوس در وجودم یک هیجان شیرین است. گویا به مرگ می‌آیی و توی میروم کارلوس. اکا بمبا رفته ببینید چیزی ترکید. من حالا هم سردار این گروه رفته ببینید گفتم. اکای آریف خوب هستی؟ شکر خدا خوبم. بیا ظریف خوب هستی؟ خوبم شکر خدا خوبم. آنها در کجایم؟ بالا سند باز گریختن. نازیه را نجات دادیم آخیر؟ بله صد شد. افسوس که اکی سالی را از دست میدیم. باید یکان کاری کرد. اکای سوله اکای سوله اکی ساله اکای سوله چی حال دارید؟ خوب هستید؟ اکای سوله حالا با چی طور است؟ احوالی پدرم وزمین است اکای آریف. همه‌تون به من گوش کنید بچه ها. این وصیت من است. اولا دخترم نازیه را به شما امانت میسپارم. پدر جان التماس پدر جان به من وعده دید. اکای سولی پدر اکا هیچگاه از راه راست دور نمی شوید. بعدا میدیم بعدا میدیم. برای دولتمون ملتمون و دینمون خدمتی شایسته میکنید. بعد میدیم اکای سوله. به مظلومان مرحمت کرده با ظالمون باشد بیرحم میشوید. پدر جانم خدا نگهبانتون.
از تو سیر نشدم نوزیه. پدرت را فراموش نکن. پدر جونم، اگر از پشتم دعای خیر کنی باوری دارم که آن را به من میرسانند. پدر پدر أشهد محمدا عبده ورسوله. پدر جان، برو تنده کن. اکا یاری با پدرم چیزی شد، یکی مازیاری دید. پدر جان، پدر جان، پدر جان، چشمانتو را کشایید، چشمانتو را کشایید. پدر جان، زندان شدید. پدر جان، برا ترک نکنید. نازیه جان، دخترم خود را بد است که دیگر فایده ای ندارد. آخر پدری من نمورده است، حاضر بیدار می شود. نامت ماشای یک محروم می برد. پدر جان چشمانتان را کشایید. نازیه جان، نازیه جان، آروم شد، پدرت دیگر نیست. مرا سعدید، پدری من نمورده. پدرت شهید شد. یعنی دیگر نمیآید. دیگر نمیآید دخترم. چشمانت را باز بگشا، خدا را زاره کن. از راه مرا خدا را زاره کن. هر نفس میرد عارفان میداند، لطف الهی میآید، خدا را زاره کن. اگر علم در ثریا باشد، بیشک مردان از اینها آن را به دست آورند. این حدیث پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است و آن را در حالی گفت که دستش بالای شانه سلمان فارس بود. درسته سخن پیامبر خدا را در خدمت اسلام
کمر بستن ابرمردانی از نیاگان ما به مثال امام بخاری، امام نسائی، امام ترمذی، امام اعظم، امام غزالی، امام ربانی، ابن سینا، جلال الدین بلخی، شیخ سعدی، خواجه حافظ، میر سید علی همدانی، جامی، بیدیل و دیگر ستاره های درخشان و راهنمای آسمان عرفان اسلامی و تمدن انسانی به اثبات رسانیده جهان معنوی اهل بشر را منور ساختند. آینه عبرت. یار مردان خدا باش. استودیوی همصدا با مقصد رشد معنویات مردم و آموزش حیات عبرت‌آموز بزرگان هر هفته پارچه‌ای را از حیات آنها پیشکش شما خواهد کرد. همصدا، همصدای دل شما.